نصيحة. دین نصیحت است. چطور ارتش واقعاً به الاقصی و مسلمانان کمک کرده میتواند؟ برای به این سوال جواب دادن بیاید برگردیم و واقعه های سال 1968 را به خاطر آوریم. آن سال افسران ارتش اردن از اجرای فرمان عقب نشینی در نزد نیروهای نظامی یهودی سرپیچی کرده به حکومت خود نافرمانی کردند و پس از آن جنگ مشهور کرامه که پیروزی واقعی نظامی مسلمانان دانسته شد صورت گرفت. در آن روز ارتش مسلمانان اردن نمونه خوب نشان داد که چگونه میتوان به امت اسلامی با وسیله نظامی یاری داد. نقشه یهودیان با استفاده از اصولی که آنها پیشتر بارها تجربه کرده بودند منطقه های کلان غربی اردن را ضبط کردن بود. باید جنگ دروغین صورت می گرفت که بعد از آن حکومت اردن به ارتش خود فرمان میداد که عقب نشینی کنند و یهودیان همچون غالبان قلمرو نو را اشغال میکردند، اما این طور نشد. نقشه عقب نشینی مسلمانان به شکست یهودیان تبدیل یافت که هم از آدمان و هم از تکنیک تلفات زیاد دیدند. پس در آنجا چی روی داد؟ وقتی که ارتش اردن که در فرانت بود فرمان عقب نشینی را گرفت، افسران جنگی از اجرای فرمان سرکشی کرده اعلان کردند که اطاعت نمیکنند و بعد از آن علاقه را با شتاب گنرالی و حکومت فاسد قطع کردند. افسران جنگی تصمیم گرفتند که وظیفه دینی خود را ادا نموده از سرزمین خود و شأن و شرف مسلمانان دفاع کنند و پس از آن در نزد دهه کرامه جنگیدند. فراموش نکنید که علاقه با شتاب گنرالی و حکومت الکی کنده شده بود، یعنی راهبریت حربی و سیاسی فسادزده اردن دیگر به ارتش خود تأثیر رسانده نمیتوانست و نقشه یهودیان برای عقب نشینی مسلمانان برباد شد. ارتش اسرائیل به چنین تلفات آدمان و تکنیک سر کرد که آن را عموما انتظار نبود. راهبریت نیروهای مدافع اسرائیل زود فهمید که دوام دادن جنگ باعث تار و مار گردیدن ارتش اسرائیل می گردد، یعنی اکنون به آنها شتابکارانه عقب نشینی کردن لازم است و همه از آن سبب که افسران اردن به مقابل حکومت خود اسیان برداشتند. ای افسران، برای خود خلاصه برآورید. آیا می‌خواهید که مسجد الاقصی را آزاد کنید؟ پس علاقه را با راهبریت فساد زده خود قطع کنید و دیویزی‌های خود را به فرانت بر ضد وجود یهودی برید. آن روز با چشمان خود می‌بینید که تمام امت اسلامی به کمک شما می‌آیند و الله وعده پیروزی اسلام را به واسطه دستان شما اجرا می‌کند. انتخاب بهترین را به بدترین عوض نکنید. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.